زیبا و ملعون، نوشته اسکات فیتزجرالد، خوانده شده برای گروه تلگرامی کتابخانه گویا. فایل شماره 9. راوی مهرام. گلوریا به آنتونی گفت تو چقدر تغییر کردی. یه زمانی به هم میگفتی نمیفهمی چرا یه آمریکایی نمیتونه با دل خوشول بگرده و تو اطراف پرسه بزنه. خب لعنت، اون موقع متأهل نبودم و ذهن پیر با آخرین سرعت کار میکرد و حالا مثل یه چرخنده که هیچ چی نیست جلوشو بگیره میچرخه و میچرخه. راستش فکر میکنم اگر با تو آشنا نشده بودم یه کاری میکردم. اما تو باعث شدی فراغت و بیکارگی از نظرم یه طور ظرافت جذاب به نظر برسه. اوه، پس همش تقصیر منه. منظورم این نبود. خودت هم خوب میدونی که این نبود. اما حالا تقریبا 27 سالمه. گلوریا با ناراحتی حرفش را قطع کرد و گفت اوه، تو خسته‌ام میکنی. یه جوری حرف میزنی که انگار من جلوتو گرفتم یا راهتو سد کردم. فقط داشتم در موردش حرف میزدم گلوریا. نمیتونم فکر میکردم اینقدر قوی هستی که قضیه رو فیصله بدی. مشکلات خودت بدون رسیدن به من. در مورد سر کار رفتن خیلی حرف میزنی. میتونستم خیلی ساده پول بیشتری خرج کنم. اما گله‌ای ندارم. چه کار بکنی چه نکنی من دوستت دارم. آخرین کلمات گلوریا مثل برف لطیف بر زمین سخت بر جان آنتونی نشست. اما در آن لحظات هیچ کدام به حرفهای آن دیگری گوش نمیداد. هر کدام در حال صیقل دادن و کامل کردن رویکرد خودش بود. من کار کردم یه مقدار. این موضوع از جانب آنتونی طرح جسورانه اسرار مگو بود. گلوریا خندید. با وجودی گسسته میان خوشحالی و تمسخر، گلوریا از مغلطه‌گری او همانقدر بیزار بود که از بی‌رغبتی و اکراه او لذت می‌برد. او هرگز آنتونی را به سبب آنکه بیکاره‌ای ناکارآمد بود سرزنش نمی‌کرد. به شرط آنکه آنتونی همین کار را هم صمیمانه و با صداقت انجام می‌داد. بر پایه این نگرش که چندان چیزی وجود ندارد که ارزش انجام دادن داشته باشد. گلوریا با ریشخند گفت کار. اوه، لاف نزن. کار. این یعنی مرتب کردن میز و چراغا، تیز کردن مدادا. و گلوریا آواز نخون. لطفاً اون تانای لعنتی رو از من دور نگه دار. بذار جمله اولیمو برات بخونم و تا مدت‌ها کارم تموم نمیشه گلوریا. پس به خاطر من بیدار نمون. مصرف فوق‌العاده زیاد چای یا قهوه. همش همینه. همه کار کردنت همینه. حدوداً تا 1 ساعت دیگه میشنوم که صدای خراشیده شدن مداد حین تراشیدنش قطع میشه و ببین یه کتاب در میاری و پی معنای چیزی میگردی. بعد مطالعه میکنی. بعد خمیازه میکشی. بعد رختخواب و مدام قلب زدن. چون تمام وجودت پر از کافئینه و نمیتونی بخوابی. 2 هفته بعد دوباره کل این ماجرا تکرار میشه. آنتونی به هر ترتیب که بود کمی از وقار و نزاکتش را حفظ کرد و گفت حالا دیگه داری یکم اغراق میکنی. خودت خیلی خوب میدونی یه مقاله به فلورنتاین فروختم و با توجه به حجم توزیع فلورنتاین مقالم کلی توجه جلب کرد. و تازه گلوریا خودت میدونی که تا 5 صبح بیدار نشستم و تمومش کردم. گلوریا ناگهان ساکت شد و به او مجال حرف زدن داد. و اگر آنتونی خودش معطل نکرده بود مسلماً فرصت میکرد حرفش را تمام کند. آنتونی خیلی سست و ضعیف گفت دست کم من از خدامه که گزارشگر جنگ باشم. اما گلوریا هم همینطور بود. هر دویشان به این کار راغب بودند. بی تاب و قرار. در این مورد به همدیگر اطمینان خاطر دادند. شب با چاشنی احساسی فوق‌العاده به پایان رسید. شکوه بیکاری و بتالت، وضع نامطلوب سلامتی آدم پچ، عشق به هر قیمت. بعد از ظهر یکی از روزهای هفته بعد گلوریا از کنار نرده ها صدا زد آنتونی، یه نفر پشت دره. آنتونی که روی ایوان جنوبی با شعاعهای باریک نور که جا به جا پوشانده بودش لمیده بود، بی‌شتاب و پرسه زنان به سمت جلوی خانه رفت.
ماشینی خارجی بزرگ و باشکوه مثل ساسی عظیم و محزون پایین جاده قوز کرده بود. مردی با کت و شلوار سبک ابریشمی و کلاه هماهنگ به او سلام کرد. سلام پچ، این همه راه اومدم که تو رو ببینم. بلوکمن بود. مثل همیشه با بهبود و پیشرفتی بسیار اندک، با لحنی زیرکانه تر و راحتی و آسودگی قانع کننده تر. آنتونی از پس پنجره پوشیده از تاک با صدای بلند گفت: خیلی خوشحالم که این کارو کردی. گلوریا، مهمون داریم. گلوریا مؤدبانه نالید و گفت: من توی وانم. دو مرد موفقیت آمیز بودن بهانه گلوریا را با لبخند پذیرفتند. میاد پایین. بیا اینجا سمت ایوون کناری. نوشیدنی میل داری؟ گلوریا همیشه جاش همونجاست. دست کم 1/3 روزا. حیف که نزدیک آب زندگی نمیکنه. خب نه، از عهده مخارجش بر نمیام. بلوکمن این جمله را از زبان نوه آدم پچ صرفاً به حساب تعارف و شکست نفسی گذاشت. بعد از 15 دقیقه غیاب درخشان و احترام برانگیز، گلوریا وارد شد با تراوت و شاداب در لباسی زرد و با خود شور و شوق و سرزندگی به اتاق آورد. اعلام کرد که میخوام بازیگر موفق و جنجال برانگیز عالم سینما باشم. شنیدم مری پیکفورد سالی $1,000,000 در میاره. بلوکمن گفت: میدونی که میتونی. به نظر من تو سینما خوب میدرخشی. به هم اجازه میدی آنتونی؟ فقط اگه نقشای ساده و غیر آنچنانی بازی کنم. گفتگو با مکث‌های تصنعی ادامه یافت و آنتونی فکر کرد گلوریا زمانی برای او و بلوکمن الهام بخشترین و روح بخشترین دختری بود که به عمرشان شناخته بودند. و حالا هر سه مثل ماشین‌های نرم و روان در کنار همدیگر بودند، بی هیچ تعارضی، بدون ترس و واهمه، بدون شور و وجد. پیکرهایی کوچک با لعاب سنگین در فراسوی وادی لذت و خوشی. در جهانی که مرگ و جنگ، احساس ملال‌آور و توحش شرافتمندانه با دود ترس و وحشت داشت سراسر قاره را می‌بلعید. تا یک لحظه دیگر آنتونی به حتم تانا را صدا می‌کرد و آنها سمی نشاط‌انگیز و خوشگوار به درونشان می‌ریختند که موقتاً همان هیجان لذت بخش دوران کودکی را در وجودشان زنده می‌کرد. دورانی که تک تک چهره‌ها در جمع در خود نشانی از بدبستان‌هایی با شکوه و با معنا داشت که جایی و با هدفی با شکوه و نامحدود در حال شکل گرفتن بودند. زندگی چیزی بیشتر از آن بعد از ظهر تابستانی نبود. بادی بیرمق توری یقه پیراهن گلوریا را رقصاند و فضای رخوت‌آلود ایوان گرم را روبید. همه به نظر به شکلی تحمل ناپذیر، ساکن و بی حرکت می آمدند، بدور از احتمال هر گونه عمل عنقریب رمانتیک. حتی زیبایی گلوریا نیز نیازمند عواطفی تند و پرشور بود، نیازمند غم و اندوه، نیازمند مرگ. بلوکمن داشت به گلوریا می گفت: هفته آینده هر روزی که بخوای بفرما این کارتو بگیر. کاری که میکنن اینه که یه امتحان با 300 فوت فیلم ازت میگیرن و از روی همون آزمون میتونن دقیقاً نتیجه رو اعلام کنن. چهارشنبه چطوره؟ چهارشنبه خوبه. فقط به من زنگ بزن تا خودم همراهت بیام. بلوکمن بلند شده بود و خیلی سریع دست داد. بعد ماشینش به شبحی از گرد و غبار جاده تبدیل شد. آنتونی با حیرت و بهت برگشت به سمت همسرش. چی شد گلوریا؟ اگه من یه امتحان بدم که ناراحت نمیشی آنتونی؟ فقط یه امتحان. به هر حال چهارشنبه باید برم شهر. اما این خیلی احمقانه است. تو واقعا میخوای بری تو عالم سینما؟ میخوای تمام روز دور یک استودیوی پر از آدمای پیش پا افتاده و مبتذل بپلکی؟ مری پیکفورد هم خیلی از این پلکیدنا داشته. همه که مری پیکفورد نمیشن. خب نمیفهمم چرا به این که این کارو فقط امتحان کنم اعتراض داری؟ به هر حال دارم. از بازیگران متنفرم. اوه، تو آدمو خسته میکنی. فکر کردی خیلی بهم خوش میگذره؟ اینطوری روی این ایوون لعنتی خیلی هیجان زده میشم.
اگه دوستم داشتی دیگه اینا برات اهمیتی نداشت. گلوریا با بی‌صبری گفت البته که دوستت دارم و بلافاصله از این قضیه به نفع خودش استفاده کرد. دقیقاً به همین خاطرم هست که بدم میاد ببینم مدام این طرف و اون طرف میری و میپلکی و مدام میگی که باید بری سر کار و چطور توی این شرایط وجودت پاره پاره میشه. شاید اگه یه مدتی میرفتم توی این مسیر تو هم به خودت میومدی و یه کاری میکردی. موضوع فقط اینه که تو حسرت به دل هیجانی، همین و بس. شاید همینطور باشه. این یه حسرت کاملا طبیعیه نیست؟ خب بذار یه چیزی بهت بگم. اگر بری تو کار سینما منم میرم اروپا. خب پس برو، جلوتو نمیگیرم. برای اینکه ثابت کند جلوی شوهرش را نمیگیرد اشک‌های سوزناکی ریخت. هر دو سرکرده سپاهیان احساسات بودند. کلمات، نوازش‌ها، قربان صدقه رفتن‌ها، سرزنش خود، هیچ یک به جایی نرسیدند. عاقبت به هیچ جا نرسیدند. سرانجام هر یک با عواطف و احساساتی شدیداً قلمبه شده نشستند و نامه نوشتند. نامه آنتونی برای پدر بزرگش بود. نامه گلوریا هم برای جوزف بلوکمن. این پیروزی رخوت و خمودگی بود. یک روز اوایل ماه ژوئیه آنتونی بعد از بازگشت عصر هنگام از نیویورک سری به طبقه بالا به گلوریا زد. بعد از اینکه کسی در را به رویش باز نکرد تصور کرد که شاید گلوریا خواب است و به همین دلیل به پستو رفت تا یکی از ساندویچ‌هایش را بخورد که همیشه برایشان آماده بود. تانا را دید که پشت میز آشپزخانه نشسته بود. در مقابل انواع و اقسام خرده‌ریزهایش، جعبه‌های سیگار، چاقوها، مدادها، در قوطی‌های کنسرو و چند تکه کاغذ با نمودارها و شکل‌های پیچیده. آنتونی با کنجکاوی پرسید: چی کار داری میکنی واسه خودت؟ تانا مؤدبانه لبخند زد. با شور و شوق گفت: بهتون نشون میدم. میگم داری لونه سگ میسازی؟ تانا دوباره لبخند زد. نه قربان، ماشین تحریر میسازم. ماشین تحریر؟ بله قربان. فکر کنم همش فکر کنم تو جام میخوابم فکر کنم به ماشین تحریر. بعد با خودت گفتی که یکی درست کنی ها؟ صبر کنین میگم بهتون. آنتونی حین جویدن ساندویچ با لذت به جام ظرفشویی تکیه داد. تانا چند بار دهانش را باز و بسته کرد. انگار داشت توانایی عملیاتیش را محک میزد. بعد با حالتی سرسام‌آور شروع کرد. با خودم فکر کنم ماشین تحریر خیلی 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 چیز داره. خیلی 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 شاسی. میدونم خیلی شاسی داره. نه بله شاسی خیلی خیلی. صبر کنین میگم. با تلاشی فوق‌العاده پیچ و واپیچی به صورتش داد تا منظورش را بیان کند. من فکر کردم کلمه ها زیادن، یه جوری مثل ING. راست گفتی خیلی زیادن. پس من ماشین تحریر سریع درست کنم، نه با این همه حروف. فکر بکریه تانا، صرفه‌جویی توی وقت، پول کلونی هم به هم میزنی. یه کلید و فشار بده تا بنویسه ING. امیدوارم تکمیلش کنی. تانا با حالتی تحقیرآمیز خندید. خانم پچ کجاست؟ ایشون بیرون. دوباره صورتش در هم رفت. خانم پچ کجاست؟ اون کجا رفته؟ ایشون بیرونه. تانا به او اطمینان خاطر داد. گفتش ساعت 5 برمیگرده. رفت روستا؟ نه قبل از نهار رفت با آقای بلوکمن. چشمهای آنتونی گرد شد. با آقای بلوکمن رفت بیرون؟ 5 برمیگرده. آنتونی که از آشپزخانه خارج می شد صدای دل شکسته تانا که می گفت میگم ماشین تحریر پشت سرش کشیده شد. پس برداشت گلوریا از هیجان این بود: خدایا، مشتهایش گره شده بود. ظرف یک لحظه آنتونی در کوره خشمش را باز کرد تا شعله‌اش بالا بکشد. به سمت در رفت و به بیرون نگاه کرد. هیچ ماشینی جلوی چشم نبود و ساعتش 4 دقیقه به 5 بود.
در نهایت انرژی و خشم سراسیمه تا انتهای مسیر رفت. تا سر پیچ جاده در 1 مایلی هیچ ماشینی ندید. نه ماشین قدیمی مرد کشاورزی بود. بعد در جستجوی غیر موقرانه وقار به سرپناه خانه برگشت. با همان سرعتی که از آن خارج شده بود. حین قدم زدن در اتاق پذیرایی در اوج عصبانیت گفتگویی را که قرار بود بعد از بازگشت گلوریا آغاز کند تمرین می‌کرد. بحثش را اینطور شروع می‌کرد: پس عشق اینه. یا نه، این جمله خیلی شبیه جمله معروف پس پاریس اینه بود. باید ظاهری موقر، آزرده و سوگوار به هم می‌زد. در هر حال پس وقتی من مجبورم تمام روز توی شهر داغ پی کار سگدو بزنم، تو اینطوری سرتو گرم می‌کنی. تعجبی نداره که نمیتونم بنویسم. تعجبی نداره جرأت ندارم 1 دقیقه بذارم از جلوی چشمم دور بشی. حالا موتورش گرم شده بود و صدایش هر دم بالاتر میرفت. پی حرفش گفت: بهت میگم. مکسی کرد و به صدایش زنگی آشنا داد. بعد متوجه شد موضوع همان میگم تانا بود. اما آنتونی نه خندید و نه به چشم خودش مضحک و احمق آمد. در تخیل برآشفته‌اش از همان لحظه ساعت 6، 7، 8 بود و او هرگز نمی آمد. بلوکمن که دیده بود او بی‌حوصله و ناخرسنده است، ترغیبش کرده بود که با او به کالیفرنیا برود. چشمانداز وسیعی گشوده شده بود. یک یوهو آنتونی شادمانه و آنتونی با بدن لرزان از جا بلند شد و از اینکه دید او در آن سوی جاده بالبال میزند، بارقه ضعیف شادی در دلش درخشید. بلوکمن پشت سرش بود، کلاه به دست. گلوریا خطاب به آنتونی فریاد زد: عزیزم، یه گردش عالی کردیم، سر تا سر نیویورک استیت. بلوکمن بلافاصله گفت: من باید راه بیفتم سمت خونه. ای کاش وقتی که اومدم هر دوتون خونه بودین. آنتونی با لحنی سرد گفت: معذرت میخوام که نبودم. بلوکمن که رفت، آنتونی مردد ماند. ترس از قلبش روبیده شده بود، اما فکر میکرد به لحاظ اخلاقی حق اعتراض دارد. گلوریا کاری کرد که تردید او به عزمی جزم تبدیل شد. میدونستم ناراحت نمیشی. درست قبل از ناهار اومد و گفت توی گریسون یه کاری داره و دوست داره من باهاش برم. خیلی تنها به نظر میرسید آنتونی و تمام راه من ماشینو روندم. آنتونی با بی‌اعتنایی روی صندلیاش ولو شد. با ذهنی خسته و کوفته، خسته از هیچ، خسته از همه چیز، از فشار جهان که او هرگز به میل خود تحمل نکرده بود. ناکارآمد و به نحوی مبهم مستاصل شده بود، حالتی که همیشه داشت. بعدی از شخصیتش که به رغم همه حرفهایشان بیان ناپذیر بود، انگار فقط و فقط وارث ناکامی‌ها و شکست‌های نوع بشر بود. این حالت و نیز حس مرگ. جواب داد: گمونم برام اهمیتی نداره. آدم باید در مقابل اینجور مسائل ذهنی باز داشته باشد و گلوریا که جوان بود و زیبا میبایست برای خودش امتیازهای منطقی میداشت. اما اینکه آنتونی نمیتوانست این موضوع را درک کند خسته و خرابش میکرد. زمستان. گلوریا روی تخت به پشت غلطی زد و لحظه‌ای به خورشید ماه فوریه که در مسیرش تا داخل اتاق از جام پنجره عبور کرده و 2 چندان بیرمق و ضعیف شده بود چشم دوخت. تا مدتی در مورد اینکه کجاست یا حوادث روز گذشته یا حتی روز قبل از آن چه بودند و چه نبودند هیچ حس و تصور روشنی نداشت. بعد حافظه مثل پاندولی آویزان با ضربات محکم داستانش را تکرار کرد و با هر پیچ و تابی بخشی سنگین از زمان را به رخش کشید تا عاقبت گلوریا زندگی واقعیش را دوباره پیدا کرد و به خود آمد. حالا صدای تنفس سنگین آنتونی را در کنارش میشنید. بوی الکل و دود سیگار به مشامش میرسید. متوجه شد که هیچ کنترل عضلانی ندارد. وقتی حرکت کرد، حرکتش از پیچ و تابی که فشارش در سرتاسر بدنش پخش شود عاری بود. سیستم عصبیش تلاش طاقت فرسایی میکرد. انگار هر بار خودش را هیپنوتیزم میکرد
و به انجام کاری محال وامی داشت. گلوریا در دستشویی بود و مسواک می‌زد تا طعم تحمل ناپذیر دهانش رفع شود. بعد به کنار تخت برگشت و به صدای زنگ کلید بانز در قفل در بیرونی گوش داد. با تندی گفت: بیدار شو آنتونی. روی تخت رفت و چشمهایش را بست. تقریباً آخرین چیزی که گلوریا به خاطر داشت گفتگویش با آقا و خانم لیسی بود. خانم لیسی گفته بود: مسلماً از ما نمیخواین براتون تاکسی بگیریم. و آنتونی در جواب گفته بود که به گمانش میتوانند تا خیابان پنجم پیاده بروند. بعد هر دو با گستاخی تعظیمی کرده بودند و به شکلی مضحک به توده‌ای از بطری‌های خالی شیر که درست بیرون در چیده شده بود برخورد کردند. حدوداً 20 اندی بطری سرباز شیر در تاریکی چیده شده بود. گلوریا در مورد آن بطری‌های شیر هیچ توضیح موجهی نداشت. شاید آواز خانه لیسی آنها را جذب کرده و بعد همگی با دهان باز و مبهوت با عجله به آنجا آمده بودند تا شاهد آن نمایش بامزه باشند. خب آنها هم واقعاً بز آورده بودند. به نظر می رسید که او و آنتونی هرگز از جایشان بلند نمی شوند و آن بطری‌های لجوج همچنان می غلطیدند. به هر حال تاکسی پیدا کردند. راننده تاکسی گفت: کیلومتر سنجم خرابه. اگه میخواین برین خونه واسهتون $1.5 تموم میشه. آنتونی گفت: خب من پکیفارلند جوونم و اگر بیای اینجا طوری میزنمت که دیگه نتونی روی پاهات واستی. مرد با شنیدن این حرف بدون آنها از آنجا دور شد. حتما تاکسی دیگری گرفتند چون حالا در آپارتمان بودند. آنتونی روی تخت نشسته و با دقتی جغد مانند به او خیره شده بود. ساعت چنده؟ این سوال مسلماً کنایه‌دار بود و نیازی به جواب نداشت. گلوریا هیچ نمی‌فهمید چرا آنتونی از او توقع دارد از ساعت خبر داشته باشد. آنتونی زیر لب و بی قصد و غرض گفت: خدایا حالم خیلی خرابه. کمی آرام شد و غلطی زد و سرش را روی بالش گذاشت. اسرائیل رو بفرست. آنتونی خلاصه دیشب چطوری اومدیم خونه؟ تاکسی. اوه. و بعد از سکوتی کوتاه: تو منو آوردی روی تخت؟ نمیدونم. گمونم تو منو گذاشتی روی تخت. چند شنبه است؟ 3 شنبه. 3 شنبه؟ امیدوارم. اگه 4 شنبه باشه باید کارمو تو اون محل احمقانه شروع کنم. باید سر ساعت 9 یا یه همچین ساعت کوفتی دیگه‌ای پایین باشم. گلوریا بی حال و بی رمق گفت: از بانز بپرس. صدا زد: بانز. سرزنده و هوشیار بانز که انگار آنها طی 2 روز گذشته برای همیشه ترکش کرده بودند با قدم‌های کوتاه از سالار گذشت و در فضای نیمه تاریک کنار در ظاهر شد. امروز چه روزیه بانز؟ گمونم 22 فوریه قربان. منظورم روزای هفته است. 3 شنبه قربان. و بعد از مکث: برای صبحونه خوردن آماده این قربان؟ آره. و بانز قبل از آوردن صبحونه میشه یه تنگ آب برام بیاری و بذاریش کنار تخت؟ یکم تشنمه. بله قربان. بانز با وقار و هوشیاری به سرسرا برگشت. آنتونی بدون شور و اشتیاق گفت: تولد لینکلن یا سنت والنتین یا یه نفر دیگه. که این مهمونی احمقانه رو شروع کردیم؟ 1 شنبه شب. آنتونی به سخره گفت: بعد از دعا؟ ما با کالسکه سر تا سر شهر رو گشتیم و موری با کالسکرون نشست بالا. یادت نیست؟ بعد اومدیم خونه و اون سعی کرد یکم ژامبون درست کنه. از پستو با چند تکه قاقالی خشکه برگشت و اصرار کرد که حسابی سرخ و ترد شده. هر دو خندیدند، بی اختیار و خودجوش، اما با کمی دشواری، و در کنار هم زنجیره حوادثی را که به آن سپیده زنگاری و آشوب زده ختم شده بود مرور کردند. حدوداً 4 ماه در نیویورک مانده بودند تا اواخر اکتبر که آن حوالی خیلی سرد شد. آن سال کالیفرنیا را رها کرده بودند، تا حدی به دلیل نبود بودجه و تا حدی هم به دلیل سفر احتمالیشان به خارج از کشور. البته به شرط آنکه جنگ بی پایان که حال به سال 2 رسیده بود در زمستان همان سال به پایان می رسید.
آن اواخر درآمدشان هیچ افزایشی نداشت. دیگر به تحقق بخشیدن به هوس‌های آکنده از شادی و نشاط و ولخرجی‌های لذت بخش نمی‌رسید. و آنتونی ساعاتی طولانی و نارضایت بخش و توأم با سردرگمی را با دفترچه‌ای مملو از اعداد و ارقام سپری کرده و بودجه‌های کلانی را که برای سرگرمی و سفر و غیره و غیره فضاهای خیلی وسیعی پدید می‌آوردند تصور کرده بود و در عین حال سعی می‌کرد حتی به شکل تقریبی هم که شده هزینه‌های قبلیشان را روشن و دسته‌بندی کند. زمانی را به خاطر داشت که خودش و موری با 2 نفر از نزدیکترین دوستانشان به مهمانی می‌رفتند و همیشه بیشتر از دانگ خودشان پول می‌دادند. بلیط‌های نمایش را می‌خریدند و گاهی هم سر صورت حسابشان بینشان جنجال را می‌افتاد. به نظر مناسب می‌آمد. دیک با سادگی و گنجینه حیرت انگیز اطلاعاتش در مورد خودش شخصیت سرگرم کننده و تقریباً بچگانه‌ای داشت. دلغک دربار پادشاهی آنها. اما وضعیت دیگر اینطور نبود. حالا دیک بود که همیشه پول داشت و آنتونی بود که با وجود بعضی محدودیت‌ها همه را مهمان می‌کرد. همیشه در انتظار مهمانی‌های گاه و بیگاه و کنترل نشده با نقد کردن چک‌ها. و همیشه آنتونی بود که صبح روز بعد از مهمانی حالتی جدی پیدا می‌کرد و به گلوریای اخمالورد و لبریز از انزجار می‌گفت که باید دفعه بعد محتاط‌تر باشند. در 2 سالی که از پی چاپ عاشق اهریمنی آمد، دیک $25,000 درآمد کسب کرده بود و بخش اعظم این پول را همان اواخر به دست آورده بود. در دوره‌ای که نویسندگان آثار داستانی به دلیل آتش سیریناپذیر سینما به طرح‌های جدید به نحوی بی سابقه مال و منال دار شده بودند. برای هر داستان $700 می‌گرفت. پولی که در آن زمان برای مرد جوانی مثل او درآمد هنگفتی بود. هنوز 30 سالش نشده بود و برای هر داستانی که در برگیرنده کنش کافی، یعنی صحنه‌های بوس و کنار و تیراندازی و فداکاری بود، $1000 اضافه به جیب می‌زد. داستان‌هایش متنوع بودند. در همه آنها سرزندگی و شور و نوعی تکنیک غریزی وجود داشت. اما هیچ کدام به شأن و جایگاه عاشق اهریمنی نرسیده بود. و چند داستان هم بود که از نظر آنتونی کاملا مبتذل بودند. دیک با لحنی خشن و تند می‌گفت این کار را برای افزایش مخاطبانش انجام می‌دهد. این درست بود که مردها از شکسپیر گرفته تا مارک توین بعد از تثبیت موقعیتشان برای برگزیدگان همانقدر جذابیت پیدا می‌کردند که برای عوام. با اینکه آنتونی و موری با این روند کار مخالف بودند، گلوریا به دیک میگفت به همان شکل ادامه دهد و تا آنجا که میتواند پول در بیاورد. به هر حال این تنها موضوعی بود که به حساب می آمد. موری کمی درشتر و مستحکمتر از قبل و با طبعی کم و بیش نرمتر و البته روی گشاده تر برای کار به فیلادلفیا رفته بود. ماهی 1-2 بار به نیویورک می آمد و در این شرایط 4 نفری در مسیرهای همیشگی از رستوران تا سالن نمایش و از آنجا به سالن‌های تفریحات و سرگرمی آمد و شد داشتند. و گاهی هم به تقاضای گلوریای همیشه کنجکاو به یکی از سردابه‌های گرینیچ ویلج می‌رفتند. مکانی که به خاطر جنبش شعر نو که مد و بسیار جنجالی شده بود، اسم و رسم پیدا کرده بود. در ماه ژانویه آنتونی پس از آن که در دل با همسر کم حرفش کلی بحث کرد، تصمیم گرفت کاری دست و پا کند. حداقل برای زمستان. می‌خواست پدر بزرگش را از خودش راضی کند و در هر حال خودش هم کار را محک بزند. طی چند ارتباط آزمایشی و نیمه اجتماعی متوجه شد که کارفرماها به استخدام مرد جوانی که قصد داشت فقط حدود چند ماه کار کند تمایل چندانی ندارند. در مقام نوه آدم پچ همه جا با احترام و عزت پذیرفته میشد. اما حالا دیگر پیرمرد آن بروبیای سابق را نداشت. دوره اوج شهرتش در مقام فردی سرکوبگر و بعد حامی مردم 20 سال پیش از بازنشستگیش بود.
آنتونی حتی با چند مرد نسبتاً جوانتر روبرو شد که تصور می‌کردند چند سالی از مرگ آدامپچ گذشته است. سرانجام آنتونی به سراغ پدر بزرگش رفت و از او مشورت و نصیحت خواست و آن نصیحت این بود که باید در کسوت فروشنده وارد کار اوراق قرضه شود. پیشنهادی ملال‌انگیز برای آنتونی، اما در هر حال آنتونی عاقبت این پیشنهاد را پذیرفت. پول محض با کاربرد زیرکانه تحت هر شرایطی جذابیت‌های خاص خود را داشت، در حالی که کار ساخت و ساز از هر لحاظ ملال‌انگیز و تحمل ناپذیر بود. به کار در روزنامه فکر کرد، اما به این نتیجه رسید که ساعات کاری شب و روزش برای مردان متأهل مناسب نیست. تصورات شیرینی در مورد خودش در ذهن پروراند، در کسوت ویراستار هفته‌نامه‌ای درخشان، نسخه آمریکایی مثل مرکور دو فرانس فرانسوی یا تولید کننده عالی نشریه‌ای مصور و طنز و جنگ موسیقی پاریسی. اما مسیر منتهی به این صنف‌ها و کارها با اسرار و رازهای حرفه‌ای محافظت می‌شدند. مردها از بزرگراه‌های فرعی نویسندگی و بازیگری به این کارها می‌رسیدند. کار کردن در دفتر مجلات تقریباً غیر ممکن بود، مگر اینکه قبلاً سابقه کار در یکی از این دفاتر را داشتید. سرانجام با سفارشنامه پدر بزرگش وارد حریم آمریکایی مورد نظر شد، جایی که رئیس بخش‌های ویلسون، هایمر و هاردی پشت میز تمیزش نشسته بود و همانجا او را استخدام کرد. قرار شد از 23 فوریه کارش را آغاز کند. به مناسبت این اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز مهمانی داده بودند، چون آنتونی به قول خودش بعد از شروع کارش باید در طول هفته شبها زود می‌خوابید. موری به قصد دیدن مردی در وال استریت که دست بر قضا موفق به دیدارش هم نشد به فیلادلفیا آمده بود و ریچارد کارامل هم نیمی با ترغیب و تشویق و نیمی با حقه و نیرنگ میزبانهایش به آنجا کشیده شد. در مورد مراسم مجلل عصر دوشنبه به توافق جمعی رسیده بودند و آن شب خبر اعلام شده بود. گلوریا که کمی از حد معمول پا فراتر گذاشته بود، شادترین مهمانی را که مهمانانش دیده بودند برگزار کرد و آگاهی و تسلط حیرت انگیزش را در باب گام‌های باله و نیز آواز خواندن، کاری که به اعتراف خودش در ایام معصومیت و چشم و گوش بستگی در 17 سالگی از آشپزش آموخته بود، به رخ همه کشید. هر چند دقیقه به چند دقیقه از او درخواست می‌کردند هنرنمایی‌اش را تکرار کند و این کار را با چنان صداقت صمیمانه‌ای انجام می‌دادند که آنتونی نه تنها ناراحت نمی‌شد، بلکه از این منبع پرتراوت سرگرمی و نشاط لذت می‌برد و قدرشناسش بود. آن شب از جهات دیگری هم به یاد سپردنی بود. گفتگویی طولانی میان موری و خرچنگی مرده که به ته ریسمانی بسته بود و همه جا با خودش می‌برد. پنداری خرچنگ با کاربردهای غذایای دو جمله‌ای آشنا بود و تمام سایه‌های خیابان پنجم مستمع گفتگوی آنها بودند و گفتگویشان سرانجام در گریزگاهی دهلیز مانند در قعر تاریکی سنترال پارک پایان یافت. عاقبت آنتونی و گلوریا به زوجی جوان و وحشی یعنی لیسی‌ها سر زدند و به میان بطری‌های خالی شیر افتاده بودند. صبح شده بود و حال میبایست مبلغ چک‌هایی را که اینجا و آنجا در کلوب‌ها، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها کشیده بودند محاسبه می‌کردند. باید سیگار و نوشیدنی‌های باقی مانده را در سالن بلند و آبی رنگ بیرون می‌بردند و شیشه خورده‌های کف اتاق را جمع می‌کردند و به پارچه‌های لک شده روی صندلی‌ها و کاناپه‌ها بورس می‌کشیدند. به بانس تکه‌های پارچه می‌دادند تا برای گردگیری از آنها استفاده کند و سرانجام بدنهای کرخت و نیمه تبدار و روحهای محو و افسردهشان را به هوای سرد و سوزدار فوریه می‌کشاندند تا شاید زندگی ادامه یابد و ویلسون، هایمر و هاردی ساعت 9 صبح فردا از خدمات مردی پرشور و فعال بهره مند شوند. آنتونی از داخل حمام گفت:
یادته موری به تقاطع خیابان 110 که رسید چطور نقش پلیس راهنمایی و رانندگی رو بازی کرد و با حرکات دست به ماشینا میگفت که برن جلو یا بایستن؟ حتما فکر کردن اون یه کاراگاه خصوصیه. هر بار بعد از یادآوری یکی از ماجراهایشان به شدت میخندیدند و اعصاب کوفته و در هم ریختهشان نسبت به شادی همانقدر شدید و پرقیل و قال واکنش نشان میداد که در برابر غم و افسردگی. گلوریا در مقابل آینه از دیدن رنگ باشکوه و تراوت صورتش متعجب شده بود. انگار از همیشه زیباتر شده بود. هرچند معده‌اش اذیتش میکرد و سرش درد وحشتناکی داشت. روز نرم نرمک میگذشت. آنتونی سوار بر تاکسی سراغ کارگزارش میرفت تا با تعهد پول قرض کند. اما ناگهان متوجه شد که فقط $2 پول در جیبش باقی مانده است. کل پول برای پرداخت کرایه تاکسی میرفت. اما احساس کرد که در آن بعد از ظهر خاص تحمل مترو را ندارد. وقتی تاکسی متر به مرز مشخص $2 می رسید میبایست پیاده میشد و راه میافتاد. با در نظر گرفتن این موضوع ذهنش از رویاهای خاصی که در طول روز درگیرشان میشد لبریز شد. در این رویا کشف کرد که تاکسی متر خیلی سریع حرکت می کند. راننده از سر حقه‌بازی و ریا آن را به شکلی تنظیم کرده بود که سریع کار کند. با خونسردی به مقصدش رسید و بعد با بی‌رغبتی آنچه به حق به او بدهکار بود به دستش داد. مرد راننده قصد دعوا و مرافعه داشت، اما قبل از اینکه به خود بجنبد آنتونی با یک ضربه هولناک سرنگونش کرد و وقتی بلند شد آنتونی به سرعت گامی به پهلوی او برداشت و با یک لگد به شقیقه‌اش او را نقش بر زمین کرد. حال در دادگاه بود. قاضی او را $5 جریمه کرد و او هیچ پولی نداشت. آیا دادگاه حاضر می شد از او چک قبول کند؟ اما دادگاه او را نمی شناخت. خب او می توانست از آنها بخواهد به آپارتمانش زنگ بزنند تا هویت او شناسایی شود. همین کار را کردند. بله، خانم آنتونی پچ صحبت کرد. اما از کجا باید میفهمید که این مرد واقعا شوهر اوست؟ خانم پچ از کجا باید میفهمید؟ بگذار سرکار پلیس از او بپرسد که آیا ماجرای بطری‌های شیر را به خاطر دارد یا خیر. آنتونی ناگهان با عجله از خیالاتش بیرون آمد. به جلو خم شد و ضربه آهسته به شیشه زد. تاکسی در پل بروکلین بود، اما تاکسی متر $1.80 را نشان میداد و آنتونی هرگز حاضر نمیشد 10% انعام را از راننده دریغ کند. اواخر همان بعد از ظهر آنتونی به آپارتمان برگشت. گلوریا برای خرید بیرون رفته و حالا خواب بود. کس کرده در گوشه کاناپه با کیسه خریدها در حلقه بازوانش. صورتش مثل صورت دختر بچه‌ها آرام و بی دغدغه به نظر می رسید و کیسه‌ای که محکم به آغوشش فشرده بود عروسک بچه بود. مرهمی بی نهایت شفابخش برای قلب آشفته و کودکانه‌اش. تقدیر با همین مهمانی و به خصوص با حضور گلوریا در آن بود که در مسیر زندگیشان تغییری تعیین کننده رخ داد. معیار بیخیالیشان یک شبه به کلی تغییر کرد. این رویه که تنها اصل زندگیشان بر محور خوشایند بودن یا نبودن مسائل برای گلوریا میچرخید عوض شد. ملاک انتخابهایشان موجه بودن، آرامش بخش بودن و نوع پیامدهای آنها بود. اگر میخواستند پشیمانی به بار نیاورند نمیبایست نسنجیده عمل میکردند. میبایست بر اساس اصل شرافت با یکدیگر رفتار میکردند و تا حد امکان با جدیت و پشتکار دم را غنیمت میشمردند. یک روز گلوریا گفت هیچ کس جز خودمون اهمیتی به ما نمیده آنتونی. این که من دوره بیفتم و وانمود کنم که نسبت به دنیا تعهد دارم مضحکه. همینطور این که نگران تصور دیگران در مورد خودم باشم. فقط نباید اینطور باشم. همین. از وقتی توی مدرسه باله یه دختر بچه بودم از طرف مادرای همه دختر بچه هایی که مثل من معروف نبودن ازم انتقاد می شد. و همیشه نظرم در مورد انتقاد این بوده که یه جور باج بغض‌آلوده. دلیل این امر مهمانی شبانه بود
در آن مهمانی کنستانس مریام او را در کسوت عضوی از گروهی هیجان زده و 4 نفری دیده بود. کنستانس مریام در مقام دوست قدیمی دوران مدرسه به خودش زحمت داده و او را برای روز بعد به نهار دعوت کرده بود تا به او بگوید که قضیه از نظرش چقدر وحشتناک بوده. گلوریا به آنتونی گفت بهش گفتم نمیتونم ببینمش. اریک مریام یه جور پرسی ولکات تعالی یافته است. اون مردو تو هات اسپرینگز یادته که برات تعریف کردم؟ تصورش در مورد احترام گذاشتن به کنستانس این بود که بذارش توی خونه تا خیاطی کنه و بچه‌ش رو نگه داره و کتاب بخونه و خلاصه اینجور سرگرمی‌های بچگانه و این وسط خودش بره مهمونی. اونم مهمونیایی که به هیچ وجه خسته کننده و اعصاب خورد کن نبودن. تو اینو بهش گفتی؟ معلومه که گفتم و بهش گفتم چیزی که اون واقعا بهش اعتراض داره اینه که من بیشتر از اون خوش میگذرونم. آنتونی تحسینش کرد. واقعا به وجود گلوریا افتخار میکرد. افتخار به اینکه گلوریا همیشه همه زنان پیرامونش را تحت شعاع خود قرار میداد. افتخار به اینکه همیشه همه مردم از حضور او شاد میشدند. بدون هیچ غرض و مرضی و فقط به قصد لذت بردن از گرمای محبت و صمیمیت او. این مهمانی ها به تدریج به منبع اصلی سرگرمیشان تبدیل شد. هنوز عاشق همدیگر بودند. هنوز به شدت علاقه‌مند به یکدیگر بودند. اما با نزدیک شدن بهار دریافتند که شبها در خانه ماندن خستهشان می‌کند. کتاب‌ها غیر واقعی بودند. سحر و جادوی تنهایی مدت‌ها بود که دیگر شکسته شده بود و جذابیتی نداشت. در عوض ترجیح می‌دادند حوصله‌شان از تماشای کمدی موزیکال سر برود یا حتی با خسته کننده ترین آشنایانشان به رستوران بروند، به شرط آنکه به هر ترتیب که شده شعله گپ و گفتشان را روشن نگه دارند. گروهی از زوجهای جوانتر که دوستهای دوران مدرسه یا دانشکده آنها بودند و نیز عده‌ای دیگر به تدریج هر جا که به هیجان و گپ و گفتهای صمیمانه نیاز بود بی اختیار به یاد آنها می افتادند. به این ترتیب کمتر پیش می آمد که روزی سپری شود و کسی با آنها تماس نگیرد و نگوید با خودم گفتم امشب چی کاره این؟ زنها اصولاً از گلوریا می ترسیدند. دسترسی ساده او به مرکز صحنه، شیوه معصومانه و در عین حال برآشوبنده‌اش در رفتار صمیمانه با دیگران همه باعث می شد که آنها نسبت به او عمیقاً بی‌اعتماد شوند. و این موضوع که گلوریا نسبت به رفتار صمیمانه زنها چندان روی خوشی نشان نمیداد خودش قوز بالای قوز بود. در چهارشنبه مقرر در ماه فوریه آنتونی به دفاتر بزرگ ویلسون هایم و هاردی رفته بود و به دستورات متعدد و مبهم مردی جوان و پر انرژی و حدوداً همسن و سال خودش به نام کالر که موهای زردش را جسورانه کرنلی می کرد گوش داد. جوانی که خودش را با لحنی چنان خاص منشی رئیس معرفی کرد که انگار می‌خواست توانایی‌های استثنائی‌اش را به رخ بکشد. گفت اینجا 2 نوع مرد هست. مردی که قبل از 30 سالگی منشی رئیس یا خزانه‌دار میشه و اسمش روی پوشمون میاد و مردی که اسمش بعد از 45 سالگی روی پوشه میاد و باقی مونده عمرشو اونجا میمونه. پس مردی که توی 30 سالگی به چنین جایی میرسه چی؟ آنتونی این سوال را مؤدبانه پرسید. خب میرسه به اینجا، نگاه کن. روی پوشه به فهرستی از منشی‌های رؤسا اشاره کرد. شایدم بشه رئیس یا معاون یا خزانه دار. و اون وقت اینایی که اینجان چی؟ اونا اعضای هیئت امنا هستن، مردای سرمایه دار. بله متوجهم. کالر در ادامه حرفش گفت بعضی ها هم فکر میکنن این که یه نفر روند پیشرفتشو زود شروع کنه یا دیر به نسبت تحصیلات دانشگاهیش فرق داره. اما اشتباه میکنن. بله متوجهم. یکی از اونا خود منم مدرک دانشگاهی داشتم. فارغ التحصیل باکلی جزو گروه 1911. اما وقتی اومدم به استریت خیلی زود فهمیدم چیزهایی که اینجا به هم کمک میکنن اون چیزای خیالی که توی دانشکده یاد گرفتم نیستن. در واقع میبایست کلی از اون خیالات خام و واهی رو از کلم میریختم بیرون.
آنتونی بی اختیار در مورد خیالات خام احتمالی که کالر در باکلی و در سال 1911 آموخته بود فکر کرد. تصوری سرکوب نشدنی که در حین ادامه گفتگویشان مثل نوک سوزن بارها ذهنش را گزید. کالر به مردی با صورت جوان و موهای جوگندمی و زیبا نشسته در پشت میزی در حصار نرده‌ای به رنگ قهوه‌ای سوخته اشاره کرد و گفت: اون یارو رو اونجا میبینی؟ اون آقای الینگره، اولین معاون اینجا. همه جا بوده، همه چیز دیده، تحصیلات خوبی داره. آنتونی به عبث تلاش کرد در ذهنش را رو به ماهیت پرشور و عاشقانه امور مالی باز کند. او می توانست آقای الینگر را در نهایت به مثابه یکی از خریداران مجموعه های زیبای چرمی با مارک تکری، بالزاک، هوگو، گیبون که تصاویرشان روی دیوارهای کتاب فروشی های بزرگ ردیف می شدند در نظر مجسم کند. در طول ماه نمناک و کسل کننده مارس او برای کار فروشندگی آماده شد، بدون شوق و ذوق. فقط می توانست بلوا و قیل و قال اطرافش را صرفاً محیطی عبث و نابارور قلمداد کند که تلاشش برای رسیدن به هدفی نامفهوم بود که تنها اسناد و شواهد تجلی یافته بیرونیش عمارت‌های رقیب آقای فریک و آقای کارنگی در خیابان پنجم بودند. اینکه این معاونها و اعضای هیئت امنای وحشتناک و شوم پدران بهترین مردان آشنای او در هاروارد بودند از نظرش ناهمخوان و بی‌معنا بود. در ناهارخوری کارمندان در طبقه بالا ناهار می‌خورد با این شک و تردید ناراحت کننده که دارند به او روحیه می‌دهند و در خلال هفته اول در این فکر بود که آیا آن 12 منشی جوان که بعضی‌هایشان هوشیار و پاک و بیغش بودند و همگی تازه از دانشگاه بیرون آمده بودند با این امید به ظاهر با شکوه زندگی می کنند که قبل از رسیدن به سن و سال شوم 30 و اندی سالگی نامشان را در آن تکه باریک مقوایی در پوشه بچپانند. گفتگوی هماهنگ با الگوی کار هر روزه کم و بیش همیشه یکی بود. یکی در این مورد بحث می کرد که آقای ویلسون چطور پول درآورده، آقای هایمر از چه شیوهی استفاده کرده و اینکه آن مال و مکنت چطور برای آقای هاردی جمع شده است. یکی حکایت‌های قدیمی اما همیشه پرهیجان ثروت‌های هنگفتی را تعریف می‌کرد که با شتابی روزافزون در استریت به دامن فردی گوشت فروش یا متصدی بار یا یک پسرک قاصد خدای من سرازیر شده بود. و دیگری هم از قمارهای فعلی سخن می‌گفت در مورد اینکه بیرون رفتن از آنجا برای سالی 100,000 تا بهتر بود یا رضایت دادن به همان 20 تا. در خلال سال گذشته یکی از منشی‌ها همه پسندازش را در شرکت تولید فولاد بتلیهم سرمایه گذاری کرده بود. داستان شکوه و بروبیای چشمگیر او، استعفای متکبرانش در ژانویه و قصر ظفرمندانه‌ای که حال در کالیفرنیا می‌ساخت، داستان مورد علاقه همه در دفتر بود. اسم آن مرد اهمیت و وزنی معجزه‌آسا پیدا کرده بود. نماد آرزوهای بزرگ و بیپایان آمریکایی‌های خوب. در موردش حکایت‌هایی بر سر زبان‌ها بود. اینکه چطور یکی از معاونان به او توصیه کرده بود که سهمش را خدای من بفروشد، اما او صبر کرده و حتی سهام مازاد هم خریده بود و حالا نگاه کن ببین کجاست. این گونه مسائل انگار جوهره اصلی زندگی بودند. پیروزی گنگ و گیج که چشم همه آنها را گرد می کرد. زنگ هشداری که به ناچار همه آنها را وامی داشت تا به همان آب باریکه ماهانه دل خوش کنند و با درصد ناچیز و احتمالی موفقیت قاییشان بسازند. این تصور برای آنتونی خیلی هراسناک شد. احساس می کرد اینجا برای پیروز شدن باید به ایده موفقیت بچسبد و ذهنش را به آن محدود کند. به نظر می رسید که عنصر اساسی در این مردان در وهله نخست ایمانشان به این بود که امور کاریشان مرکز و هسته حیاتند. همه موضوعات دیگر را در یک سطح از اهمیت قرار می دادند. اطمینان به خود و فرصت طلبی حتی از دانش فنی و تخصصی کارشان نیز مهمتر بود.
روشن بود که کارهای کارشناسانه تر و تخصصی تر در پایین ترین سطح از سلسله مراتب کارکنان جریان دارند. عزم جزمش برای آنکه در طول هفته شبها در خانه باشد چندان دوامی نیافت و نیمی از اوقات را با سردردی تهوع‌آور و شدید به سر کار می آمد و ترس و وحشت بر هم انباشته دنگ و دنگ‌های صبحگاهی مترو مثل صدای ناقوس دوزخ در گوشش طنین می یافت. بعد ناگهان کارش را رها کرد. یک روز دوشنبه سرتاسر روز را در بستر مانده بود و اواخر شب در هم کوفته از یکی از حملات افسردگی که گاه و بیگاه به زانو در می آوردش برای آقای ویلسون نامه‌ای نوشت و پست کرد و اعتراف کرد که روحیه‌اش با آن کار همخوانی ندارد. گلوریا که با ریچارد کارامل از تماشای نمایش برمیگشت، آنتونی را روی صندلی راحتی خانه دید. در حالی که در سکوت به سقف بلند خانه خیره شده بود، افسرده تر و بیروحیه تر از تمام لحظات زندگی مشترکشان بود. گلوریا میخواست او بنالد. اگر آنتونی این کار را میکرد، گلوریا به شدت سرزنشش میکرد، چون خودش به هیچ وجه ناراحت نبود. اما آنتونی چنان مفلوک و عاجز آنجا دراز شده بود که دل گلوریا به حالش سوخت و کنار تخت زانو زد و سرش را نوازش کرد و گفت تا وقتی آن دو همدیگر را دوست داشته باشند، مابقی مسائل چقدر و چقدر بی اهمیت هستند. مثل سال اول آشناییشان بود و آنتونی در واکنش به تماس دست خنک همسرش در برابر صدایش که در گوش او مثل نفس آدم نرم و ملایم بود کمابیش شاد شد و در مورد برنامه‌های آینده‌اش با او صحبت کرد. وقتی رفتن به بستر حتی از اینکه با آن سرعت و شتاب زدگی نامه استعفایش را پست کرده بود پشیمان شد. گلوریا گفته بود حتی وقتی همه چیز به نظر بد و تباه شده میاد نمیتونی به اون قضاوت اعتماد کنی. موضوع مهم مجموع قضاوت‌های آدمه. اوایل آوریل از طرف کارمند بنگاه املاک ماریتا نامه‌ای به دستشان رسید و طی آن نامه کارمند بنگاه آنها را ترغیب کرده بود که فقط با کمی افزایش اجاره خانه ویلایی را 1 سال دیگر هم اجاره کنند و اجاره نامه‌ای که فقط به امضای آنها نیاز داشت نیز پیوسته نامه بود. تا 1 هفته آن نامه و اجاره نامه همراه با آن بدون آنکه توجهی به آنها بشود روی میز تحریر آنتونی افتاده بودند. هیچ یک تمایلی به بازگشت به ماریتا نداشتند. از آن مکان و از آن خانه خسته شده بودند و بخش اعظم تابستان گذشته را هم با خلق تنگ و روحیه ناشاد آنجا سپری کرده بودند. به علاوه ماشینشان به لگنی واقعی تبدیل شده بود و حالا توده فلزی وارفته و فرسوده‌ای بیش نبود و خرید ماشین جدید هم به لحاظ مالی چندان برایشان مقدور نبود. اما حین یکی از جلسات شاد و پرنشاطشان که 4 روز ادامه داشت و هر چند ساعت به چند ساعت عده‌ای به جمعشان اضافه میشد و عاقبت بیش از 12 نفر دور هم جمع شدند، اجاره نامه را امضا کردند. در اوج ترس و وحشت اجاره نامه را امضا کردند و فرستادند و بلافاصله به نظرشان رسید که انگار صدای خانه ویلایی کسل کننده و کینه‌جو را میشنیدند که دنده های سفیدش را میلیسید و منتظر بلعیدن آنها بود. یک روز صبح یکشنبه گلوریا با نگرانی و دلواپسی گفت آنتونی اون اجاره نامه کجاست؟ تازه در برابر واقعیت هوش و حواسشان سر جا آمده و متوجه وضعیت شده بودند. کجا گذاشتیش؟ همین جاها بود. بعد تازه گلوریا فهمید کجاست. یاد آن مهمانی خانگی افتاد که در اوج شور و هیجان برنامه ریزیش کرده بودند. به یاد آورد که اتاقشان پر از مهمان بود. مهمانهایی که در شرایط عادی برای آنتونی و گلوریا چندان اهمیتی قائل نبودند. یادش آمد که آنتونی در مقابل آنها چطور در مورد مزیت آن خانه ویلایی در آرامش بخشیدن به روح آدم و دورافتادگی و انزوایش و بی سر و صدایی و سکوتش حرف زد. سکون و سکوتی که صداهای گاه و بیگاه آن اطراف در مقابلش هیچ به حساب می آمدند و ابداً آزاردهنده نبودند.
بعد دید که به دیدنشان آمده بود با شور و اشتیاق فریاد زد که آنجا بهترین خانه کوچکی است که می شود تصور کرد و آنها خیلی خنگند اگر یک تابستان دیگر هم آنجا را اجاره نکنند. خیلی سهل و ساده به این حس رسیدند که شهر دارد بیش از حد داغ و خلوت می شود و اینکه ماریتا فوق‌العاده خنک و واقعاً بهشتی است. آنتونی هم اجاره نامه را برداشته و به شدت تکانش داده و گلوریا هم خرسند و راضی بود و سرانجام با فوران عزم و اراده با پرحرفی زیاد تصمیم گرفته بودند اجاره نامه را امضا کنند و آقایان هم همه با او دست داده و قول داده بودند که حتما آنجا به دیدنشان بروند. گلوریا فریاد زد: آنتونی، ما امضاش کردیم و فرستادیمش. چی؟ اجاره نامه رو؟ لعنت بر شیطون. اوه آنتونی. صدایش آبستن عجز و فلاکت بود. در تمام مدت تابستان برای کل ابدیت برای خودشان زندان ساخته بودند. این ضربه آخرین بقایای ثبات و آرامششان را در هم ریخت. آنتونی فکر می‌کرد می‌تواند با آن کارمند بنگاه ترتیب کار را بدهد. دیگر نمی‌توانستند از پس هزینه این اجاره بر بیایند و رفتن به ماریتا مستلزم ترک کردن آپارتمانش بود. آپارتمان بی‌نقص و ایرادش با آن حمام قشنگ و اتاق‌هایی که آنتونی برایشان مبلمان و پرده خریده بود. این آپارتمان به آنچه او از خانه در تصور داشت بیشترین نزدیکی و شباهت را داشت، با رنگ و بوی آشنای 4 سال شاد و خوش. اما کارشان با کارمند بنگاه به جایی نرسید و هرگز به نتیجه نرسیدند. با روحیه خراب، بدون آنکه حتی از استفاده بهینه از این توفیق اجباری حرفی بزنند یا گلوریا آن جمله ختم کننده کلام را که برایم اهمیتی نداره به زبان بیاورد، به خانه‌ای که حال می‌دانستند نه برای جوانی آنها ارزشی قائل است و نه برای عشقشان برگشتند. فقط آن خاطرات خشک که در صندوقچه دل هر کدامشان مهر و قفل شده بود و به هیچ وجه نمی‌توانستند آنها را با هم در میان بگذارند و در موردشان با همدیگر صحبت کنند مانده بود و بس. آن سال تابستان ترس و وحشت در خانه سایه انداخته بود. ترس با آنها آمد و مثل کفن در خانه پهن شد. به اتاقهای پایینی سرایت کرد و به تدریج از پلکان باریک بالا خزید و عاقبت خواب آنها را آشفته کرد. آنتونی و گلوریا دیگر از اقامت در آن خانه بیزار شده بودند. اتاق خواب گلوریا که فوق‌العاده جوان و لطیف و صورتی رنگ به نظر می رسید، حالا انگار با آن پرده ها و صدای خشخششان نجوا می کرد. آه بانوی زیبای من، زیبایی و ظرافت شما اولین زیبایی و ظرافتی نیست که زیر نور این خورشید تابستانی رنگ باخته. چندین و چند نسل از زنان بی بهره از عشق در برابر آن شیشه خودشان را آرایش و زیبا کردند. برای عاشقانی روستایی که هیچ اعتنایی به آنها نمی کردند. زیبایی با لطیف ترین رنگ آبی به این اتاق آمده و با ذرات خاکستری یأس از آن خارج شده است. و طی شب‌های طولانی چه بسیار دخترها که در آن بستر بیدار دراز کشیدند و موج موج یأس و تلخکامی به آن فضای تاریک پاشیدند. عاقبت گلوریا همه لباسها و کرمها و وسایلش را جمع کرد و از آن اتاق بیرون زد و اعلام کرد که آمده است با آنتونی در یک اتاق زندگی کند، با این بهانه که یکی از توری‌های اتاقش پوسیده و ساز گذاشته است. به این ترتیب اتاقش به میهمان‌هایی که چندان حساس نبودند سپرده شد و از آن به بعد در اتاق شوهرش لباس می‌پوشید و می‌خوابید، کاری که از نظر گلوریا خوب بود. انگار حضور آنتونی در آنجا مثل نابودگر سایه‌های عذاب دهنده گذشته که ممکن بود گرد دیوارهایش بگردند عمل می‌کرد.